داریم میریم دانشگاه. خوشیش؟ دیدمش مرحوم خفاشیشم. اینقدر با این مقنعه درگیرم باورتون نمیشه. توی مودی افتادم حوصله اصلا از خونه بیرون رفتن ندارم. مثل بختک چسبیدم تو خونه تا مجبور نشم بیرون نمیام و این خیلی بده، آدمو به سمت افسردگی سوق میده. حالا خلاصه برنامه اینه که داریم میریم دانشگاه. نه کرمی شد. حالا یه تا کتاب خونم بریم کتابای دانشگاه رو پس بدیم و اینطوری بریم ببینیم که از این حالت افسردگی طور خارج بشیم بالاخره یا نه. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. بچه الان تو راه اپیزود روزمردگی رادیو راه گوش کردم، چقدر خوب بود. حالا سر فرصت در موردش میگم، شما اگه گوش کردین یا گرمم قبلا گوش کردین یا بعدن گوش خواهین کرد در موردش بهم بگین دیگه. چی برم نهار بخورم که در گشنگی میمیرم. خب غذا رو درست کردم، یه تبندی هم کردم، الان برگردم سر کار و بار. ولی گفتم قبلش بیام این کتاب بهتون معرفی کنم. این کتاب به نظر من یک کتاب خیلی روتین و اوکی و ساده و روونه. یک رمان فارسیه که برای کسایی که خیلی اهل کتاب خوندن نیستن به نظرم شروع خیلی خوبیه. من خودم اینو چند وقت پیشا خوندم. از اون کتابایی بود که خیلی زود تمومش کردم، یعنی فکر میکنم تو 3-4 روز، با اینکه کتاب مثلا 528 صفحه‌ایه ولی انقدر داستانش گیرا بود و متنش روون و ساده بود که اصلا نمیتونستم بذارمش کنار. شارژش تموم میشه. خلاصه این کتاب داستان زندگی یک دختریه تو دهه 50 تهران که تازه از قم اومدن تهران توی خانواده مذهبی و چالش هایی که تو زندگی این دختر از سن نوجوانی تا میان سالی توی دهه 50 و 60 تهران اتفاق میفته. اون تحولات سیاسی که تو اون دوره اتفاق افتاده تو دهه 50 و 60، انقلاب شده، نمیدونم جنگ شده، بحث منافقین بوده، همه ایناها توی این رمان به نظر من خیلی خیلی خوب و ساده و روون نشون میده که چجوری روی زندگی آدمای معمولی مثل من و شما این اتفاقات سیاسی تاثیر میتونسته بذاره اگه تو اون دوره زندگی میکردیم. و به نظرم خیلی خوبه که یک بارم که شده از این زاویه به اینجور مسائل نگاه کنیم. آره این کتاب دوباره میگم به نظرم اگه دوست دارین که رمان بخونین و اینا این کتاب خوبیه. خب دیگه خیلی حرف نزنم، باتری دوبنم داره تموم میشه، برگردم سر کار و بار. الان امروز قسمت مقدمه رو میخوام دوباره لحاظ نگارشی و محتوایی ادیت کنم، برم ببینیم که چی جوری پیش میره. بعد از 1 ساعت کار فهمیدم که خیلی 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 کار از اون چیزی که فکر می‌کردم بیشتره و به شدت استرسی شدم. دوباره برگشتم روز اول نوشتن پروپوزال، نمیدونم چرا اینطوریه و الان که همه نگاه می‌کنم من نظرم همش چرت و پرته و باید همه رو از اول بنویسم. خیلی وضع بدیه ولی خب وقت ندارم که همه رو از اول بنویسم.
اصلا نمیدونم همش خیلی دیگه به هم ریخته شد یهو، ولی تنها راهش اینه که خونسردی خودمون رو حفظ کنیم، بریم یه قهوه بخوریم و ببینیم که باید چیکار کنیم. خنک نمیشه. من یادم ترم 1 و 2 که اصلا بحث پایان نامه و اینا نبود، همش درس داشتیم و درس پاس میکردیم اینا، همش اکثرمون قول میزدیم که دیگه مثلا بریم سراغ پایان نامه خیلی خفنه، خیلی خوش میگذره اینا، بعد دیگه خسته شدیم از درس و امتحان اینا. ولی الان که دارم فکر میکنم اینا واقعا چقدر درس پاس کردن کار ساده تریه، ولی خوبیش اینه که میدونیم که برای همه همینطور بوده و همینطور خواهد بود و اگه میخوایم که این مسیر رو رد کنیم و تموم کنیم باید از پس این داستان هم بر بیاییم و بتونیم که این فشارهای روانی رو یه جوری هندلش کنیم. کار کردم یک کم بهتر شد، کوچولو دیدم فهمیدم باید چی کار کنم، دستم اومد و استرسم کم شد و همیشه همینطوریه، یعنی اول که آدم توی بیخیالی فکر کنه، بعد که وارد کار میشه یهو استرسش میگیره که اصلا فکر نمی‌کنه اینقدر زیاد و اینقدر عجیب و اینقدر وحشتناک باشه، بعد که یکم کار میکنه دوباره دستش میاد واسه یکم استرسش کم میشه و به نظر من این تو همین بر من همیشه این روند تکرار میشه، این چرخه. من ناهار خوردم، یه استراحتی هم کردم و الان باید برگردم سر کار، ولی قبلش اینو بگم نمیدونم فیلم عنکبوت رو دیدیم یا نه، ما الان موقع ناهار دیدیم و اشتباهی کردیم، همون که محسن تنومنده توش بازی میکرد، نمیدونم میدونین یا نه، این فیلم بر اساس واقعیت بوده دیگه، سال 79-80. من که اصلا خدا رو 100,000 مرتبه شکر یادم نمیاد، ولی محمد که یکم بزرگتر از من اون موقع بزرگتر بوده، یا داشتم میگفتش که داشت مثلا توی خیابونی رد میشدیم، معروف بود خفاشی شب، بعد میگفت همینجوری ترافیک بود و یالا مردم واسطه بودن و پلیس و اینا، بعد گفتن هیچی، یکی از کیسای خفاشی شب به جنازه ها تو حیاط کفت‌ها پیدا شده و مردم جمع شدن اینا. خلاصه دوران عجیبی بود. دیدیش؟ کشیش؟ آخه مارمولک چجوری اومده بالا واقعا؟ این تو چمدونه بوده. بزن خب بزن میخواد دستکش بیارم رنگ سبده؟ من شجاعم بیام جلو ببینمش؟ نه این گوشه سبده. خب با موفقیت آقای مارمولک معدوم شدن، انداختیش تو پلاستیک؟ چه کار میکنه؟